ارتش پاکستان میگوید در پاسخ به حملات هند برخی اهداف نظامی در داخل خاک هند به شمول مراکز نظامی پتانکوت و اودمپور را هدف قرار داده است. دفتر مطبوعاتی و روابط عامه ارتش پاکستان ACPR ادعا کرده که سیستم دفاعی S-400 هند را نیز از بین برده است. پیش از این هند با استفاده از طیاره‌های جنگی بالای مراکز نظامی پاکستان در نورخان، شورکوت و مورد عملات موشکی انجام داده بود. وزیر امور خارجه امریکا در تماس تلفنی بالای در ستیز پاکستان پیشنهاد میانجیگری برای پایان دادن به تنش‌ها و خشونت‌های جاری میان هند و پاکستان را داده است. کشورهای گروه G7 از هند و پاکستان خواستند که حداکثر خویشتن‌داری را نشان دهند و در بهبوی افزایش تنش‌ها گفتگوی مستقیم داشته باشند. مسئولین محلی لوگر میگویند که کار بازسازی 4 کانال و دیوارهای استنادی با حمایت مالی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در مرکز و ولسوالی‌های برکی برک این ولایت آغاز گردید. با تکمیل این پروژه ها حدود 2000 جریب زمین زراعتی آبیاری خواهد شد و در جریان ساخت آن برای 3500 تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم زمینی کار فراهم خواهد شد. مسئولین محلی پکتیا میگوید در اثر برخورد صاعقه در مرکز این ولایت 2 کودک جان خود را از دست دادند. این حادثه عصر روز گذشته در قریه نیازی از مربوطات گردیز مرکز این ولایت رخ داده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که 122 مهاجرین افغان از زندانهای پاکستان آزاد و به کشور برگشتند. این افراد که در مناطق مختلف پاکستان بازداشت شده بودند بعد از 1 تا 3 روز زندان آزاد و پس از دریافت کمک‌های بشری به مناطق اصلیشان منتقل شدند. و مسئولین آمریت تربیت بدنی و ورزش غزنی میگوید رقابت‌های والیبال در سطح ولایت میان 12 تیم برتر با پیروزی تیم خواجه علی به پایان رسید. این رقابت‌ها که 2 ماه پیش در جمع آمریت ورزشی این ولایت آغاز شده بود با قهرمانی تیم خواجه علی پایان یافت.